تاجیکی اکنون یک مراتبه دیگر حالا دو پهلوان نامی را برای شما معرفی میکنیم. پهلوان از کشور همسایه ازبکستان محسن پهلوان یک کفگوی زمینی شما آجایزادار شاه جایزه автомашина خورشید مجیدов پهلوان از جمهوری تاجیکستان یک اشتر میان این دو پهلوان و داشتیم بگیرم برامد اشتر هم 5000 سمک از جمهوری تاجیکستان محسن پهلوان از جمهوری ازبکستان یک اشتر در همجا گوشت بگیرم ببینشم در همجا درجه بیو برادر اون طرف گوشت در همجا گوشت بگیرم سوزن هر اشتر در کنورت با خوشید بگید دوان نشود اما اشتر در کنورت جو شده گیرم سوزای کنورتی سوزای اوکی اگه با همون سودیامونه کیرا سوده سفر شدی را اگه بابایشون کیرا ای سوده اگه میکنم سردوار کی دوار کیرا دورا سردوار مرکزی میدان دوار مرکزی میدان بر پهلوان رو باگوش نیست چی؟ تو کمت نیست اوشون؟ برادران احترام رقیب اصلا در جای اول قرار میگیرد کامران کارلیکوف ناحیه یوان بچه‌جان پهلوان از ناحیه واسه یه داشتی گرد داره نبودن یک سرگاه کلام میان این دو پهلوان دیگر نمون برادر دیگر نمون بغیر همی بانم دو جو بگیرم بسر دو جو بگیرم بسر یکا دو جو بگیرم بسر ببرا دیگر شاید تیموز ببرا دو جو بگیرم بسر یکا دو جو کامران کارلیکوف ناحیه یوان بچه جان پهلوان از ناحیه محسن پهلوان اولین هجوم خطرناک و سمت خورشید مجید رفتن گرفتن زور نیست گه قطنومنام بومرنگ زنگ کار یک بار دیگر با توجه همه شما میرسونیم که تلویزیون ورزش شبکه جهان و همچنین سامانه های یوتیوب در اینجا از جانب گروه هایی که مخصوص که اینجا حضور دارند پخش یا جریان این مسابقات را با پررنگی ثبت کامران کارلیکوف زمین کار نمیکنیم برادر عزیز زمین کار کردن ممنوع است من است نوروز کریمزاده پهلوانی که در همینجا 8 نفر قدیم گوشتی گرفت مساوی شد چیکار کنیم برادر نشوا از تن ما گوشتی بگیریم ده کس از خیلی مرنگا بزن اگر با فکرم 10 کس هم میزد برای اینجا سر بگیرم یگانه پهلوانی که من در اینجا غرور و محبت
محبوبیت پهلوانی خصلت‌های نکوی پهلوانی را دیدم. همون پهلوانی واسگی بود، سعیدشاه بود. با این رو ببینید، مردم رو ببینید، همه طرفداران، هم مردانگی، آداب، هنر، استعداد و محبوبیت بین خلق است. برادر عزیز، اگر ما در بین خلق محبوبیت نداشته باشیم، اگر در آسمان هفتم رویم، هیچ وقت محبوبیت پیدا نمیکنیم. اگر مخلصان ما را طرفدار باشید، یک کفکوبی صمیمی کنید. گوشت گیرید برادر عزیز، محسن جان گوشت گیرید. کامران کارلیکوف کامران هنر خوب نشان داد در اول. برادر پهلوان آنگوشی رفت. بچه جان پهلوان، بچه جان آنگوشتین خوب بگیرد. ما پهلوان نویه واسی است، پهلوانان نویه واسی خوب گوشتین بگیرد. اکنون ما پهلوانانی که در مقیاس جهان گوشتینگیری میروند و یک دست 4 دقیقه گوشتین نمیگیرند، آنها را سیاه میگوییم. اگر پهلوانایی که در اینجا گوشتین نمیگیرند، او هم سیاهی خورد حساب میشوند. مجید فگر گوشتین نگیرند. اگر خسته شوند، بگذار دیگر پهلوانا را مانیم. خورشید دوام میدیم. خورشید میگه دوام میدیم. محسن جان دوام میدیم. یک آب بارد برای پهلوانا، یک قطره آب، یک قطره آب برای پهلوانا، یک قطره آب برای پهلوانا. در شهر کولوب، در جماعت دهنه، برادر عزیزی ما، یکی از برادران قدردان ما، اسدالله گوشتین میدهد. و پهلوان تاجیک رسول باقیف در آنجا حضور میارند. مرحمت با سنه 27 مارس شهر کولوب، جماعت دهنه، عمر سفر، برادر عزیز ما اگر در اینجا باشد، عمر سفر او را تصدیق میکند گفته های ما را. برادر عزیز ما شیخ عمر سفر، کامران کارلیکوف، کامران کارلیکوف را احترام میکنیم. جشان حمزه برادر عزیز ما از ناحیه یاوان، برادر ما کمی بیمار شده است، در حقش دعا کنید که زودتر شفا یابد. برادر عزیز ما حاجی بحرالدین از ناحیه یاوان، مرد سخی که برای گوشتین دادن همیشه آماده است. با چنین مردان سخی ما افتخار داریم، مردانی که در اصل پهلوانان تاجیک را به خاطر همین پرچم، به خاطر همین دیار، نه به خاطر یک مبلغ و نه خاطر یک ماشین و یک دستور. جدا تمام جداشم تمام شد. نه جداش اون گونه شده. شهری که برادر احترام کنید یک دیگر را. بچه جان گوشتی گیرید در میدان. Bardo. برادران عزیز، چیه دوار هم رقابت چی است؟ گوشتی گیرید. نه، به نظر بگیرید که خورشید هم بسیار خسته بود، خاطر پیش گوشتی گیرید. برحال اگر برازی باشد گوشتی گیرید. دیگه چی خسته؟ اگر جهانگیر 10 مرتبه اعلام کردیم که بگرد دیگه چی کنیم برادر؟ بگه
من دم نگفته بگم یک کاش میزن مساوی. اگر مساوی تیم مخلصان رو ببینید رفته ایستادن. ای یا دست دیگه بگی تمام جوابش که تمام تاگم میسمون دیگه اگم آره تقصیر کی برون داد تو شما برنده سر پروس تو نه برادران عزیز به نظر بگیرید اگر خسته باشن هر دو را جدا کنه مساوی. بله هر دو راضی هستن برای مساوی. با باسی فراندوسی تازه پشتی گرفته است. اگر باشد یگان رقیب مرامت یک ماشین دیگر رو باقی مونده است مخلصان.